السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرای نهایت عزیز و محترم، ما مناسب میبینیم و بالای خود حق میدانیم شهیدی امت، قهرمان و ابرمرد ای امت، استاد یحیی سنوار رحمت الله علیه که مجلس خود را برای دعا اتحاف دعا آغاز کنیم. هر برادر یک بار سورة الفاتحه و 3 بار سورة الاخلاص را بخوانه و باز دعا میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الف لام بسم الله قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن له كفوا بسم الله قل هو الله. آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر أخانا وقائدنا وفقيد هذه الأمة الشيخ الأستاذ يحيى سنوار، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم تقبل حسناته، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، اللهم اغسل خطاياه بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم ارزقه الجنة، اللهم ارفع قدره، اللهم أعطه الفردوس الأعلى، اللهم ارزقه الفردوس الأعلى، اللهم ارزقه الفردوس الأعلى، اللهم تقبله في الصالحين، تقبله في الشهداء، اللهم تقبل جهاده وشهادته يا رب العالمين. يا إله العالمين، ای ابرمرد تاریخ را بسیار شخصیت بزرگ بود، لیکن انسان بود. اگر سهو و اشتباهی داشته یا الله معاف فرما، جنت الفردوس برش نصیب فرما. یا الله ای خلا و کمی که آمده یا الله ای را پر فرما توسط مجاهدین دیگر، توسط قیاده های دیگر. یا الله، یا الله اسرائیل را به برکت خونهای پاک نیست و نابود فرما. یا الله هلاک و تباه فرما. یا اله العالمین به آزادی قدس یا الله یا رب کریم چشمان ما را خنک فرما، دلهای ما را خوش فرما. یا اله العالمین مسجد اقصی را آزاد فرما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. برادرای نهایت عزیز و محترم، استادای بزرگوار، جوانای نهایت عزیز، بسیار زیاد جای خوشی و سعادت هست که در مجلس قرآن عظیم الشان قرار داریم. الله جل و علا شانه این مجلس را قبول فرماید. الله رب العالمین به همه ما و شما اخلاص عطا فرماید. الله تبارک و تعالی ما و شما را از اهل قرآن بگرداند. الله جل و علا شانه قرآن عظیم الشان را برای ما و شما شفیع بگرداند. استاد محترم، ما در این برنامه شما
همه عزیزان را خوش آمدید میگویم و در حقیقت این مجلس قرآنی را برای خود سعادت میدانیم، برای تقویت ایمان خود و برای این که انشاءالله این مجالس و همچون مجالس ما و شما را به قرآن عظیم الشان وصل میکنه. الله رب العالمین این قرآن را برای همه ما و شما شفیع بگردانه. استاد محترم، قسمی که جناب استاد نور محمد عطایی فرمودن، امروز ما و شما مجلس مقدماتی داریم و ما در مقدمه چند نقطه را خدمت شما عرض میکنیم و بعد از این برنامه را به شما معرفی میکنیم ان شاء الله. استاد محترم، قرآن عظیم الشان ای در حقیقت ضامن سعادت دنیا و آخرت انسان ها هست. به امی خاطر نازل شده که هم انسان در دنیا سعید و خوشبخت زندگی بکنه و هم در آخرت سرخرو شود. و ما به قرآن که ایمان داریم، به امی حیثیت به قرآن عظیم الشان ایمان داریم. این قرآن عظیم الشان تمامی مشکلات ما که ما و شما به او روبرو هستیم ای را حل و فصل کرده میتواند. قرآن عظیم الشان وقتی که نازل می شد، جامعه او وقت، مردمی که او وقت بودن، از وضعیت ما و شما بسیار وضعیت بدی داشتن، بسیار خطرناک داشتن. حتی اونها یعنی به حدی بودن که یعنی دخترای خود را زنده به گور میکردن، یعنی به حد بودن. لیکن به نزول قرآن عظیم الشان از اونا شخصیت های جور شدن که نام هر یکی از او بزرگوارا را که امروز ما و شما میشنویم، ایمان ما و شما تجدید میشه، یک احساس افتخار میکنیم، ایمان ما تجدید میشه و یک بار دیگر ما و شما با مو صدر اسلام وقتی که میپردازیم ایرا میبینیم که قرآن عظیم الشان اونا را تغییر کرده. امام مالک رحمت الله علیه یک قاعده را ذکر فرموده و ای که لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. آخرین امت توسط امون نقصه جور میشه که اولی امت را ساخته هست. اگر ما و شما مشکلات اقتصادی داریم، مشکلات اداری داریم، مشکلات فکر و عقیده داریم، مشکلات اخلاق داریم، مشکلاتی داریم که از علم و از ترقی دور هستیم، مشکلات داریم که ما متفرق هستیم، متشتت هستیم، اگر از هر قبیل مشکلات روانی داریم، مشکلات بدنی داریم، حل تمامی مشکلات در قرآن عظیم الشان است. با امی خاطر قرآن عظیم الشان ایره فرموده بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم. این خطاب به تمام انسان ها هست، به خصوصی که به این قرآن ایمان داره. الله رب العالمین بلام تأکید و قد تأکید می فرمایا در آیه 10 سوره انبیاء که ما به طرف شما این قرآن را نازل کردیم فیه ذکرکم، در این مسائل شما بحث شده، معتقد و فکر شما چی قسم باشه، اخلاق شما چگونه باشه، در خانه چگونه باشین، سیستم ها و نظام های شما چی قسم باشه، تعامل و دیگرها چی قسم باشه. فیه ذکرکم، در این ذکر شما هست، موضوعات شما بحث شده. کوها خوی را ابا ورزیده، این زمین به زمین عرض شده، ابا ورزیده، به اسمان عرض شده. ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها. اونا خطورتی امر را که دیده که ما نمیتوانیم که حقی را ادا کنیم، ابا ورزیدن کی وحملها الانسان فابین ان يحملنها واشفقن منها، درسیدن وحملها الانسان، این امانت را انسان تحمل کرد. عزیزان گرامی، به این خاطر ما و شما خو به این قرآن عظیم الشان ایمان داریم،
در آخر آیت الله رب العالمین میفرماید افلا تعقلون، شما کمی از عقل کار نمیگیرین؟ این طرف او طرف میرین، نسخه های دیگر را تجربه میکنین، از شرق و غرب، از فیلسوفه و از دامی حل موجود است، چرا دیگر طرف میرین؟ خب استادای محترم، سوال ای است وقتی که حل در قرآن عظیم الشان موجود است، آیا این حل به این گونه ممکن هست که ما به این قرآن فاصله داشته باشیم و بعض مسائل ما حل شود؟ ما ایرا نفهمیم که امام صاحب ما چی خوانده در نماز صبح، نفهمیم و بعض ما مطابقی و عمل بکنیم، ممکن نیست. الحمدلله مسلمانان به قرآن ایمان داره، صدها نه هزارها و صدها هزار انسان خود را از قرآن قربانی کرده، ایمان داره، عقیدت داره، مشکلی است که نمیفهمه. عزیزان گرامی، وقتی که ما و شما در سوره فاتحه دعا میکنیم که اهدنا الصراط المستقیم، دعای ما و شما فوراً پذیرفته میشه و امام صاحب بعد از ولضالین آیات را میخوانه و در امو نماز امو تحفه است که به ما و شما الله رب العالمین عطا کرده، هدایت خاص این هدایت هست. خب وقتی که هدایت را نفهمیم چطور تغییر بیاید؟ یعنی نمازی 60 ساله، نمازگزار 70 ساله و نماز خو میخوانه، نماز صبح میخوانه، نماز شام میخوانه که امام دو قرائت میکنه و میشنوه، نماز خفتن را میخوانه، لیکن هیچ تغییر نمیآید. به این خاطر نمیآید که ما نمیفهمیم ایران. به این خاطر عزیزان گرامی این موضوع هست که ما به این ضرورت داریم که یک بار دیگر به این قرآن کریم به امو قسم رجوع بکنیم، مثل که قرون فاضله در صدر اسلام به این رجوع داشتن. تصور نبود که کسی مسلمان باشه و او قرآن را خوانده نتانه. یه تصور بعید بود که کسی مسلمان باشه و قرآن را نفهمه، احکامی را نفهمه و اوامر ای را نفهمه، نواهی ای را نفهمه. این ممکن نبود. آل شما و ما بگوین که امو مسجدی که ما و شما قرار داریم چند فیصد مسلمانان، چند فیصد نمازگزارای ما امو امام صاحب که میخوانه میفهمه، تلاوت را که میکنه، شما بگوید چند فیصد میفهمه؟ نه، پشت امام که استاد هستن و امام صاحب تلاوت میکنه، خو 3% فیصدی بسیار بالا گفتن شما استاد، بسیار بالا گفتن. یعنی اگر 3% بفهمه خو 3% قبول میکنیم، خو 97% که نمیفهمه او چطور تغییر شد؟ این خو استاد گفت که چون به جان رفت جان دیگر شد. به جان چطور میرایی؟ که او بفهمه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. امر شده، آمدگی بگیریم به فردا. انما المؤمنون اخوة، برادر هستیم. ولا تظلموا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش، امر است. ولا تأكلوا مال اليتيم، امر است. و کسی که بفهمه در جان که در رفت جان دیگر شود. جان چون دیگر شد جهان چرا دیگر شود؟ زیرا که جهان خو از ما و تو جور شده. خو ما که تغییر بخوریم اتومات خانه ما تغییر میکنه. خانه ما که تغییر کرد خو جامعه خو از امو خانه ها جور شده. به این خاطر است عزیزان گرامی بالکل یعنی امی طور معادله مثل بالکل واضح و ساده هست. خو با گفته شما که 3% میفهمه، خو ما خو 1% را قبول نمی کنیم. 3% خو ما در کشور علما نداریم. 3% 40 میلیون چند می آید؟ یعنی نه نیست. خو که خیر است امون 97% جواب اونا را کی بگوید؟ آلی عزیزان من موضوعی است. سوال دوم یک چی هست؟ مبنا است بر موضوع دوم. موضوع دوم است عزیزان گرامی. خو
خب به شما مردم میگوید که ما دهقان هستیم، ما مزدوری باید بکنیم، ما کسبکار هستیم، ما دکاندار هستیم، ما خو 8 سال نمیتونیم که بریم به مدرسه قرائت بگیریم. خود چطور کنیم؟ حالا یک مشکل خواست نه. پس سوال پیدا میشه که برای بالای کسی که کم میفهمه اونا فکر بکنه که کسی هر مسلمان خو 8 سال نمیتونه که بره و 40 میلیون نفوس و به مدرسه 8 سال بته، لیکن فهم قرآن هم ضرور است. پس ضرور است که متدهای جدید ایجاد شود که هیچ ضرورت هم نباشه که او به مدرسه بره و قرآن بفهمه، به امو حد بفهمه که امام صاحب تلاوت بکنه و او درک کنه که چی موضوع عمل. عزیزان گرامی، ما و شما به اساس امی که مشکل داریم خوب صحیح میفهمیم و مردم کوشش میکنه که مشکلات خود را حل بکنه، ولی موضوعی است که از یک طرف فرصت نیست، از دیگر طرف آن قدر مشکل معلوم میشه به مردم که والله ممکن نیست، از ناممکنات است. به این خاطر به اساس امی ضرورت که خود قرآن عظیم الشان هم فرموده بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. و این بلام تأکید آمده، بقد تأکید آمده که آسان است، که وقتی که خود قرآن عظیم الشان می فرماید که آسان است، کل دنیا بگوید که مشکل است، ما گپ دنیا را قبول نمی کنیم، گپ قرآن را قبول می کنیم. اگر یک بار ای فرموده می آمد هم ما به ایمان داشتیم، لیکن 4 بار به این تأکید که گفته میشه که آسان است. بعضم اگر کسی بگوید که مشکل است، مشکل در خود او است، مشکل در قرآن نیست، یا مشکل در او متد است که به اساس او تدریس میشه، او باید مراجعه شود. وگرنه سخن قرآن عظیم الشان خو کلام الله است، در او کسی شک کرده نمیتونه. ولقد یسرنا القرآن للذکر. باز موضوعی است که مردم میگویند که این خو به ذکر به پند و نصیحت آسان است، لیکن علماء را فرموده که ذکر چند معنا داره. 2 معنای عام ذکر، یک یاد گرفتن قرآن عظیم الشان و دوم از او پند و نصیحت گرفتن. ما به شما یک مثال بسیار ساده تقدیم میکنیم که الحمدلله در کشور ما و شما چقدر حفاظ داریم، زبانای مختلف داره. در او تاجک هستن، ازبک هستن، عراق هستن، بلوچ هستن، پشیا هستن، پشتون هستن، بچی مختلف. در هر قوم و قبیله حفاظ موجود است. اگر شما یک کتاب غیر از قرآن کریم به حجم به اونا بتن و از اونا بخواین که را حفظ کنه، مثلا کتاب زبان ترکی به حجم 3 پاره، او میتونه که حفظ کنه؟ نمیتونه، بالکل از ناممکنات است. باز در سن خرد 8 ساله، 10 ساله، 15 ساله، اگر به ما به زبان ترکی نه، به زبان فارسی و پشتو اگر داده شود مانند قرآن حفظ کرده نمیتونیم. اگر حفظ خوی قسم است که از الحمد شروع میشه حافظ تا و الناس میخوانه، گاه حفاظ است که یک اشتباه نمیکنه. اگر دیوان مولانا یا از دیوان حافظ به ما و شما داده شوکی را حفظ کنیم، میتونیم حفظ کنیم. چند اشعار میتونیم، 10 15 20 100 200، لیکن کلش ممکن نیست. یا دیوان عبدالرحمن بابا داده شوکی را حفظ کنیم، نمیتونیم. به این خاطر این ثابت است که ولقد یسرنا، باید باور ما به بیاید که آسان است. اینجا شاید استادای با تخصصات مختلف تشریف آوردن، در کسایی هم است که علوم شرعی را خواندن، کسایی هم است که تجارت پیشه هستند، کسایی هم است که متخصصین آیتی هستند، متخصصین منیجمنت و اداره هستند. لیکن اگر ما از قرآن صحبت میکنیم همه شما او را میفهمیم. اگر ما از یک تخصص دیگری صحبت بکنیم او موضوع را فقط امو میفهمه که کسی که طلاب العلم متخصص است. اگر ما
به طور مثال از آناتومی صحبت بکنیم، فقط تمو شاگرده او را میفهمه که اونا طب را میخوانه یا به امامو، لیکن قرآن آسان است. و به این خاطر عزیزان گرامی، اگر از ما و شما الله رب العالمین خواسته هست که به قرآن عمل بکنیم و خواسته هست که را بفهمیم و ما توانایی او را نداشته باشیم، این تکلیف ما لا یطاق است. این تکلیفی است که ما توانایی او را نداریم و تمام امت به این متفق است، علمای امت که تکلیف ما لا یطاق وجود نداره. الله رب العالمین به او کار ما و شما را مکلف نکرده که توانایی او را نداریم. پس معلوم شد که توانایی فهم قرآن را داریم. خلل در کجا هست؟ باید او را بحث کنیم که او موانع را دور کنیم و قرآن را بفهمیم. ما که با نتایجی که رسیدیم، یک خلل ای است که در متد خلل هست. در فهم قرآن را و خواندن قرآن را شما ببینین که ما از کدام متد کار میگیریم. آیا در کدام ابتکارات میشه، در کدام مکتب، در کدام مدرسه؟ ما خو فقط یک متد میشناسیم که یک چوب دراز است و دو پیپ است، بس این متد است. لیکن در دیگه تخصصات هر سال متد های جدید تقدیم میشه که به این متد تدریس کنین، اگر کار نداد دیره چی کنین. به امی خاطر است زن گرامی که این فاصله آمده. موضوع دیگه ای است که در نتیجه امی فاصله که آمده، بعض مردم فکر کردن که این کار یک طبقه خاصی هست. قرآن کتابی اونا هست، قاری صاحب، حافظ صاحب، مولوی صاحب. ما که هستیم، ما دکتر هستیم، انجینیر هستیم، ما غرض نیست. کدام جای اگر ضرورت شد که قسم بخوریم بس صحیح است. کدام جای اگر ضرورت شد که سفر بکنیم، باز مادر جان بالای سر ما میگذاره، اوجه صحیح است. لیکن که را بفهمیم، به عمل کنیم، این کار ما نیست، این کار مولوی صاحب است. و برادری از کجا آمده ای فهم؟ شما تجربه کنین، همین امروز تجربه کنین، برین یک دکتر، یک انجینیر، یک متخصص آی تی از او پرسان کنین که قرآن را میتونین بخوانین؟ اول خوب شاید بسیار با تعجب به شما ببینه که ما متخصص طب، از ما میخوایی که قرآن را میفهمی؟ او تعجب میکنه. بجایی که تو تعجب بکنی، او تعجب میکنه. چرا این حالت آمده؟ به این خاطر آمده که او غیر متعلق خود را میدانه، او از قرآن خود را غیر متعلق میدانه که این کار ما نیست اصلا، در حالی که طور نیست. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم، موضوعات شما دی بحث شده، ذکر شده. هذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه. شما ایرا پیروی بکنین، احکامی را قبول کنین. خود چطور احکامی را قبول میکنین که نمیفهمین؟ این ممکن است. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. فلهذا عزیزان گرامی این موضوع آمده. حتی بعضی مردم خو حفاظ عام را خو چی میکنین، یا کسی که قرآن میخوانه، اونا را به امود طبقه ضعیف جامعه، کسی که مثلا نابینا هست، کسی که شل و شوت است، آل خو بازم کمی خوب شده، کمی دیگرها میاد. سابق خو بالکل هر نابینا را مردم چی میگفتن؟ حافظ صاحب. یک کس پیش ما آمد، یک از قارب خود مدرسه داخل کرده بود، گفت که یک 5-6 پاره که حفظ کردیم. آمدن که او بچه تو خانوس کور نشدی، خو جور تیار استی، این کسی که قرآن را یاد میگیره او خو کور میشه. این تصور است عزیزانی من. پس چطور از این قرآن و انسانان نمایندگی بکنه که از لحاظ اجتماعی ای قدر است، از لحاظ عقلی مشکل داره، از لحاظ جسمی سالم نیستن، و کسی که سالم هست IQ لیولش بسیار بالا هست، او باید دکتر شوه، انجینیر شوه، طبیب شوه. خود طبیعی است. بس شما سیستم دیگر را ببینین. معلم قرآن مو کسی است که از کمترین معاش داره،
با 4-5 هزار بیچاره او گذاره میکنه. یعنی خود طبیعی است به این طرف او کسی نمی آید که اگر ما او را به ارزش قائل نشویم. در همین مدارس ما و شما که داریم حلقات قرآنی، اونجا حافظ 50 افغانی 100 افغانی میگیره. مردم آمده نیست که 100 افغانی به او حافظ بده، لیکن در مکتب که میره 1000 2000 3000 و بعضی مردم خو دلاری فیسم میده. اونجا هیچ گپ نیست. امو شاگرد که باز در مدرسه می آیا میگه قاری را خدا بزنه کل پول ما را میخورده، در حالی که 100 افغانی نمیده. خوی تعامل است. چطور ما تغییر شویم توسط قرآن؟ عزیزان گرامی این مسائل است که یک بار دیگر ضرورت است که قرآن عظیم الشان یک جز زندگی ما شود، بالکل جز زندگی ما شود. و ما در این قسمت که به متد آسان به شکل آسان ای را تقدیم کرده باشیم، در همین 19 روز نتیجه این 19 روز عزیزان گرامی انشاءالله بعد از نماز ما تفصیلی را به شما میگویم. شما فیصدی بسیار بالای قرآن کریم را میفهمین. وقتی که امام صاحب تلاوت میکنه یا خود شما تلاوت میکنین میفهمید که چی معنا داره. یعنی اگر کسی 19 روز وقت بتا او کی قدر میفهمه اون روزی 2 ساعت، خب معنیش است که اگر از تکنیکا کار گرفته شود، متدها تغییر شود، این طور نیست که چی است، زیرا که خودی قرآن فرموده که آسان است و ما شما تجربه داریم که آسان است. انشالله بعد از امی چی مقدمه ما در مورد امی دوره و امی کورس ما ایره به معرفی میگیریم به شما انشاءالله. و قسمی که استاد گفتن ما به این خاطر درس امروز آغاز نکردیم، زیرا که اول خوشناخت خودی مهم است که چی هست که این قدر زود انسان یاد میگیره. یک شما بفهمین انشاءالله باز آسان میشه. و به خاطر که اگر دیگه دوستان میایه انشاءالله سر از فردا که اونا از درس اول محروم نشوه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. برادر محترم استاد گرامی، الله رب العالمین به همه شما هم اجر بی پایان نصیب کنه که تشریف آوردین و با منتظمینی که انتظام کردن پانتون سلام فاکولته شریعت سهیم بوده و عزیزان ما که اینجا به انتظام مصروف هستند، الله رب العالمین به همه ایشان اجر و پاداش بی پایان نصیب فرماید. و عزیزان گرامی شما قابل تبریک و تهنئت هستید، زیرا که در صنف قرآن کریم هستید. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم رئیس صنف خیر انسانا گفته خیرکم من تعلم القرآن و علم. شاید بروی زمین صدها هزار صنف ها فی الحال تشکیل باشه، این بهترینش است. پس کسی که در بهترین جای و بهترین مجلس باشه او قابل تبریک و تهنئت است. مبارک همه ما شما باشه. عزیزان گرامی، مبنای ای کار ای آیه قرآن کریم است. مبنا ای هست که قرآن کریم آسان است. به این خاطر ما ای اراده را کردیم که انشاءالله با توفیق الله رب العالمین
و با همکاری استادای بزرگوار انشاءالله فاصله موجود از بین انشاءالله میره و یک وقت میآید که کل مردم به قرآن کریم وصل شدن و او را میخوانند و میفهمند و قلوبشان منور میکنند توسط او، خانه ها و محلات خود توسط قرآن جور میکنه انشاءالله وقت میآید. فلهذا زیرا که قرآن خودش فرموده که آسان است، آسان که هست ما به ایمان داریم آسانه، فقط موانع موجود را برطرف کنیم و آسانی را بیاریم انشاءالله کل مردم اهل قرآن میشه و یک امت قرآنی انشاءالله جور میشه. امو وقت میباشه که از آسمان هم برکات نازل میشه و زمین هم خزانه های خود را انشاءالله بروی امت باز میکنه انشاءالله. و به این خاطر به شما اینجا باید بگویم که شما فقط سامع اینجا نیستین که گپای ما را میشنوین، شما انشاءالله معلم قرآن هستین. اینجا دایی است که این دوره برای کی هست؟ برای ارتقای ظرفیت معلمین و شائقین. یعنی اینجا اینطور انشاءالله در اخیرین روز نصف شما ایرا یاد گرفته باشه و می قسم ایرا اجرا کنه انشاءالله و شما ببینین که فاصله از بین میره انشاءالله. به تعارف فی الحال ما وقت نداریم، اگر شما انشاءالله اجرا میکردین به امی متد میکنین تاکه سامعین خود را و مشترکین جلسه خود را بفهمین که چی قسم هستن. به هر حال عزیزان گرامی، چون که یک جلسه عام نیست بلکه یک صنف است، یک ورکشاپ است، به این خاطری بعضی قواعد و ضوابط داره و ما شما انشاءالله به این قواعد و ضوابط ملتزم می باشیم. اگر فردا دیگه دوستا تشریف آوردن اونا هم شما میفهمانین که قواعد و ضوابط گفته شده بود در نظر بگیریم. اولین قاعده ای است که با وقت مقرر حاضر میشین. اگر 4:30 بجه وقت است 5 بجه لیکن 5 یعنی 5 این معنی را نداره که 5 و 5 دقیقه. 4:30 چی معنی داره؟ 4 و 30 دقیقه، 4 و 35 نه. به خاطر که ما در دوراتی که اجرا کردیم امی پابندی هستی برنامه قرآن منضبط ترین برنامه ها باشه، بعضی تاثیر میگذاره. اگر شما بگید مجلس است گپا زده میشه چی است، نه او گپا نیست، اینجا کسی استاد میشه باز نمیمانه شما را. اهل اعذار که هست او پیش از پیش تماس میگیرن که کمینا وقت میشه چی میشه، تاکه صنف ما صنف باشه، شبازگاڑی نباشه که هر وقت که کسی آمد. قاعده دوم ای است که این موبایلایتان این بند می باشه، این صداها قابل قبول نیست و بندش موبایل دو قسم است، یکی سایلنت است که وایبریشن نداره، اهتزاز، امو قسم باشه. با اهتزاز نباشه که دیگر را با چی بندازه. در 2 ساعت انشالله کدام حادثه بزرگ نمیشه انشاءالله، خیر و خیریت است. عزیزان گرامی، شما سوالات خود را که در ذهن شما می آید او را نوشته میکنین و ما به هر جلسه در اخیر فرصت برای سوالات داریم او وقت مطرح میکنین. این طور نیست که هر وقت که چی شد و شما در وسط، به خاطر که تسلسل چی باز منقطع میشه و باز او چی میشه. یک قاعده ای است عزیزان گرامی که شما حق دارین که رای و دیدگاه خود را تقدیم کنین و بگوین، لیکن حقی را ندارین که دیگر را رد کنین. ما نمیخواهیم که مجالس قرآنی مجالس اخذ و رد و مناقشات و میرا و جدال جور شود. یه ممی روحانی باید باشد. آخر شما نظر خود بگوین قابل احترام است، لیکن کسی دیگه که نظر میتا حقی را دایی مجلس ندارین که رد کنین، بس بیرون امرایشان مناقشه بکنین. این یک موضوع. اشیای مورد ضرورت خویش را به خود داشته می باشین. حالی بسیاری دوستان می طور ششت آمده مثل که برید تفریح آمده باشه. این صنف است. کتاب هم جور میشه انشالله، او که جور شد. قلم، کتابچه ماشاءالله مشایخ دارن به خود، یک تعداد دارن. این را پیش از پیش به خود می داشته باشین
که این نوت میگیرین، چون که اخذ چی هست، ورکشاپ هست، در کارا اجرا میشه گروپی و چیزی که به شما نوت نباشه باز او را نمیتانین که چی کنین. همچنان عزیزان گرامی بدون ضرورت بیرون نمیرین. وقفه ما و شما داریم، اما وقفه نماز شام و ای برای تفریح و برای هر چیز انشالله اگر موافقه باز بایی بود که یک ایره 15 دقیقه بسازیم، کسی اگر وضو میگیره او را چی کنه و ای چی هست. لیکن هر لحظه آمده بیرون آمدن و باز آمدن صنف را اخلال میکنه. و اگر ضرورت عاجل بود طبیعی است که او و اجازه شما میبرین اونجا یک شخص مسئول میباشه و از او اجازه میگیرید. عزیزان گرامی با توجه تمامی سیمینار را گوش میکنید. اینطور نه که نصف ساعت خوب نشید باشین و بعد دیگه خواب باشین و عملیه چی که هست گروپی کار که به شما سپرده میشه او را اجرا میکنین. اینجا ممکن کسی اینجا شیخ باشه، کسی ریش سفید باشه، کسی ولسوال باشه، کسی کدام رئیس باشه، لیکن اینجا همه ما و شما متعلم هستیم، میاموزیم. اگر ری چی را خود قرار ندیم باز یاد نمیگیریم. اگر شما بسیار قابل احترام هستین و لیکن این صنف امیر ایجاب میکنه و طبیعی است که الحمدلله این موضوع چی نیست که شما بین خود مصروف شوین و گپ شپ کنین و خو بیازو چی نیست. عزیزان گرامی بعضی از اهداف این کورس ای است که ما ای را به اثبات برسانیم که واقعا قرآن یاد گرفتن آسان است و این مفهومه که شما یاد گرفتین و به این معتقد شدن این انشاءالله راه را هموار میکنه. امو قلوب بنده که یعنی فکر میکنه که ولای را نمیتانیم و او اذهان که تبال جور شده که ایره ما نمیتانیم، به شما و اثبات میرسه که قرآن کریم چی هست؟ آسان است. خودش فرموده یسرنا. پس کی جرأت میکنه که او بگوید که این مشکل است؟ دوم ای عزیزان گرامی که ما یک متد اینجا کار میکنیم که توسط او شما ترجمه لفظی دقیق کلمات قرآن را باید یاد میگیریم. بعضی مردم ترجمه میکنه لیکن همینطور مکانیک میخوانه، نمیفهمه که ترجمه چی بود. شما توسط متد TPI شما دقیق ترجمه را میفهمید. این TPI پسانم میآید لیکن بهتر است که همینجا ای را ما به شما تشریح توضیح بتیم. این مختصر این جمله انگلیسی هست Total Physical Instruction. این به این معنی هست که وقتی که تفاعل باشه بین مدرس و یعنی طلبه و اونا متوجه باشه و اونا بفهمه بشنوه و صحیح به فکر بکنه و مکمل تفاعل بکنه باز یاد میگیرن. در تعلیم عربی و قواعد عربی از این متد کار گرفته شده. ما به شما او را اینجا میگویم، شما امرای ما تکرار کنین. دستای راستتان و انگشتای دست راستتان با گوشایتان بمانین. امرای ما تکرار کنین. بشنوید، ببینید و دیگه با گوش خود من نمیگه ببینید. ببینید، فکر کنید، بگوید، اشاره کنید، از دل بگوید، همه با هم بگوید. ESTPI. یک بار تکرار کنین امرای ما. شما بگوید، ما دست میمانیم، شما بگوید. نه اشاره بدل پسند میم. همه مشکل تعلیم قرآن کریم در این حل است. او کسی که قرآن میخوانه او اصلا نمیشنه که معلم صاحب چی برش میگوید. مکانیک میخوانه. فهمیدین؟ او فکر نمیکنه که چی را یاد گرفتیم، میتور مکانیک روان است. فهمیدین؟
شنیده باز دیده که چی به شما نشان میده، بعد از او فکر کرده، بعد از او یک چیز را بگوین. اگر از این استپا پیش شما یک چیز را میگوین او هیچ فایده نداره، بلکه نقصان داره، مفاهیم غلط ترسیخ میشه. فهمیدین؟ و بعد به شما گفتیم که اشاره کنید، دی بعض اشارات استفاده شده، او اشارات را شما یاد میگیرین. و اشاره یک چیزی هست که او تأثیر داره. اینجا چند نفر ما دیدیم ادرس میداد و شما که کجا بیم، می طرف که چرای گل سرخ آمدین، باز داخل شد، باز اینجا ریسپشن است، این طرف که آمدین تالار است، در حالی که اشاره اینا را او نمیدیدن. چرا اشاره میکردن؟ شما میفهمین اشاره چرا میکردن؟ این ریسرچ میده، کل کارا اینجا ریسرچ بیس است، به اساس تحقیق است، هوایی نیست. بخاطر که این اشاره به ترسیخ مفاهیم بسیار رابطه تنگاتنگ داره. اگر حالی شما دستای ما را اینجا بگیرین، شاید ما نصف گپای خود را گفته نتوانیم. اشاره و اشارات مهم اینجا استفاده شده که انشالله به شما در وقت و تعلیم داده میشه. یکی از اهداف مهمی برنامه 19 روزه ما و شما ای است که نمازهای ما و شما معیاری شود. نماز بخاطر که ما تعلیم قرآن را از نماز شروع میکنیم و نماز را که فهمیدیم و نمازهای ما معیاری میشه که الله اکبر چی معنی شد و سبحانك اللهم و بحمدك چی مفهوم شد، سبحان ربی الاعلا چی معنی شد. و همچنان ما این طریقه را یاد میگیریم که قرآن کریم را چه قسم جز زندگی خود قرار دهیم. ولی خب قرآن بسیاری مردم میگن میفهمیم، خب میفهمی چطور را عملی بکنی. دی سیستم یک سیستم است، پسان میآید برنامه 5 نکاتی توسط او قرآن کریم جز زندگی ما شما میشه. باز یک حلاوت خاص انسان احساس میکنه در تلاوت، انشالله تفصیل او میآید. اعزائي گرامی طبیعی است که توسط فهم قرآن کریم ایمان تقویت میشه، مو اخلاق نیکو ما به دست میاریم و مو انسان مطلوب در حقیقت جور میشه. قرآن کریم کتاب انسان ساز است، دی قالب که انسان میفته و از یک چیز دیگری میشه انشاءالله. و بر علاوه ازی بسیار عربی را شما یاد میگیرین. کسی باز به کویت میرفت عربی را وقت یاد گرفته بخیر، یا دوبای میرفت. فهمیدین؟ طبیعی نصاب هست که برای مکاتب هم هست انشاءالله و به اینجا هم است که تفصیلی او میاد. بعضی از خصوصیات این برنامه عزیزان گرامی خدمت شما ما تقدیم میکنیم، لیکن پیش از این سوال از شما پرسان میکنیم صنف است نه که بخاطر فهم قرآن کریم اولین ستپ چی هست به نظر شما؟ ترجمه تحت لفظی قرآن. جزاک الله خیرا. این جواب صحیح است. یعنی فهم قرآن، فهم از اونجا آغاز میشه که انسان یک کلمه را میخوانه بفهمه که چی معنی داره. بعد از او دو تفکر و تدبر و این مراحل بعدی هست. فهمیدین؟ فلهذا این متد این سوال را بسیار به آسانی جواب گفته که شما چی قسم ترجمه تحت اللفظ قرآن را میفهمید. فهمیدین؟ به همین خاطر انشاءالله توقع همین میره که شما انشاءالله حد اقل 50% از اینجا معلم قرآن برای انشاءالله. و این همین جواب است که فرا گرفتن معانی الفاظ قرآن کریم. جوابی برادر کاملا صحیح بوده. چی بود؟ عزیزان گرامی این مصحف است، این را مصحف حافظی مدنی گفته میشه. جناب شیخ صاحب تشریف آوردن، خوش آمدید میگوییم به استاد فارس بزرگوار. این مصحف حافظی مدنی، حافظی به این خاطر به این گفته میشه که عموما حفاظ دی حفظ میکنن.
میگویند که این صفحه تمام است. هر صفحه چی میشه؟ به آیت ختم میشه. و مدنی به این خاطر است که در مدینه منوره مطبعه که است، عموما مصاحف اغلبا اونجا چاپ میشه فی الحال. در دیگه جایم چاپ میشه، خوی صفحه تمام اونجا هست. این مصحف 600 صفحه داره. چند صفحه داره؟ و هر صفحه او قاری محترم خوش آمدید، جزاک الله خیر. هر صفحه 15 سطر داره. 600 صفحه در کل قرآن و هر صفحه چند سطر داره؟ 15. هر سطر حد اوسط 9 کلمه یا 9 لفظ داره. به این ترتیب تمام کلمات قرآن کریم 78,000 کلمه هست. به این حساب تقریبا 78,000 کلمه هست. خو 78,000 کلمه و معنای او را که شما اگر در سال 1,000 کلمه را یاد بگیرین چند سال بکار است؟ بله؟ اینا میگوین این سوال بسیار سخت است، سوال ریاضی است. 78,000 کلمه هست. در هر سال شما 1,000 کلمه یاد میگیرین چند سال بکار است؟ لیکن عمره ما و شما رسول الله صلی الله علیه و آله فرموده که عمر امت ما بین 60 و 70 است، اغلبا بین 60 تا 70. فهمیدی؟ ای اگر هر سو و او از روزی که تولد میشه گوره کسی یاد میگیره، وی خو بسیار سخت شد، سخت است. این قدر وقت که داریم. لیکن زیاد نترسین. خو اصل کلمات 17,000 است. این 78,000 که هستی تکرار آمده. آمنو است در صدها جای آمده. فهمیدین؟ یا ایها الذین در صدها جای آمده. فهمیدین؟ به این خاطر است که در این متد شما با یک تکنیک به شما فهمانده میشه کلمات مکرر که او را که شما یاد بگیرین توسط امی سیستم. کل امی از 17,000 کم میشه 4,500 کلمه میمانه. چند میمانه؟ ولی اگر 4,500 کلمه را کسی یاد نمیگیره خب بسیار به همت است. فهمیدین نه؟ این قرآن و بس شما با تفصیل میاد شما بازی را میبینید. بهترین روش و طریقه در این سیستم بکار رفته و او ای است که آغازی کورس از سوره فاتحه میشه. شما میفهمین سوره فاتحه را هر مسلمان مرد و زن حد اقل 32 بار میخوانه. چند بار میخوانه؟ شما رکعتها را حساب کنین، امی سنت ها و فرائض 32 رکعت است. لیکن بایی اگر نوافل هم شما چی کنین و تهجد، الحمدلله مسلمان ها باز تهجد گزار هم هستن و بامی شما اشراق و ضحا و ایرم یک جای کنی 45 بار میرسه که فقط سوره فاتحه را ما شما میخوانید. و شما میفهمین که سوره فاتحه دای بسیار فیصدی بالای مفاهیم قرآن کریم است. اینجا که شما یاد گرفتن به این خاطر علماء ایران میگویند که سوره فاتحه خلاصه قرآن کریم است و باز میگویند که خلاصه سوره فاتحه باز این آیات است ایاک نعبد و ایاک نستعین. پس قضیه متد است، تکنیک است. شما بس ببینین که در سوره فاتحه شما چقدر قرآن را یاد دادین. یک چیز دیگه به شما بگویم، مردم یک بهانه که در نخواندن قرآن میکنند او ای است که قرآن کریم به زبان عربی است و ما عربی را نمیفهمیم، در حالی که هر مسلمان عجب، عرب، عجم، افریقایی، هر یک فکس 1 ساعت هر روز به عربی صحبت میکنه. و یک کسی یک جای رفته بود کل گپا به عربی میگفت، این نماز را به پشتو میخوان. این پشتو نیست، این عربی هست و نه فارسیم نیست، چون که اون نمیفهمه که عربی است
او را فکر میکنه که این فارسی است یا پشتو است. کل گپاش دیگه بود. امی اذان را به دری میگفت. عزیزان گرامی، ما و شما هیچ زبانی نیست که ما و شما، حتی امی زبان خود ما و شما که یعنی امی 5 وقت نماز را که ما و شما حساب کنیم 1 ساعت، گاهی از 1 ساعت بیشتر هم میشه. این ما با عربی صحبت میکنیم. از این خبر که ما خو عربی را میفهمیم. فلهذا ما از اونجا آغاز کردیم که اصلا او را مسلمانان میفهمه. و بس شما خواد دیدین که چی قسم چی هست.